به نام یزدان پرمهر، جایی برای تکیه دادن. نور رو کم کن و صدا روشن. قرار چند دقیقه فقط ما باشیم و یه حرف دل. اعتماد یه واژه ساده است، اما وقتی ترک بر می داره حتی سکوت حضورش هم سنگینه. اعتماد یعنی یکی رو پیدا کنی که بتونی بی دغدغه بهش تکیه بدی، بیان که هر لحظه نگران باشه که میذاره و میره. اما بعضی وقتها آدم‌هایی رو دوست داریم قبل اینکه خوب نگاهشون کنیم. دل میبندیم قبل اینکه بفهمیم اونا حتی خودشون رو هم نمیتونن نگه دارن. و بعد واژه اعتماد مثل یک بلور میشکنه و حالا هم هیچ کسی حوصله جمع کردن تیکه هاش رو هم نداره. چرا؟ خب معلومه، روحتو خدشه دارتر میکنه. اما با همه اینا ما هنوز دلمون یه تکیه گاه میخواد. میدونم حرف دل همتونه و حتی خود من. و حالا بیا چند دقیقه بشینیم کنار همین واژه نصف و نیمه تا شاید تو دلش یه حس تازه پیدا کنیم. بشنو بگذار در دل بماند و راهش را پیدا کنیم. گاهی فقط یک صدا کافیه، یک جایی برای تکیه دادن. با هم بشنویم به حس تکراری نشدن این کلام. بشنویم. من از این دنیا چی میخوام؟ دوتا صندلی چوبی که منو تو رو بشونه، واسه گفتن خوبی. من از این دنیا چی میخوام؟ یه وجب زمین خالی، همونقدر که یک اتاقک بشه خونه خیالی. من از این دنیا چی میخوام؟ یه جعبه مداد رنگی بکشم رو تن دنیا، رنگ خوبی و قشنگی. آدمای دست و دل باز از توی قلک تاقچه بردارم وزن محبت واسه بارداری باغچه. من از این دنیا چی میخوام؟ دوتا صندلی چوبی که منو تو رو بشونه، واسه گفتن خوبی.